خب به دلیل رکود بازار فرش و تابلو فرش، کارشناسای مجموعه فرش وفا رو به کشتی آوردن و کشتی بین بازیکن آلمان و بازیکن ایران. همونطور که دارید میبینید میخواد خسته کنه حریف رو. کشتی ناب ایرانی رو به اجرا در میاد. بله، یه فن عالی و دو امتیاز توسط بازیکن ایران. میخواد فن بارانداز رو اجرا کنه. داور سرپایی اعلام میکنه. دوباره ببینیم. آها بله، بسیار عالی داره حرکت میکنه، دستاش خوب کار میکنه، میزنه زیر کتف حریف رو فیتیل پیش میکنه. دوباره امتیاز. داور باید امتیاز رو بهشون بده. بسیار عالی. شیر پدر و نان ما. خیلی عذر میخوام، شیر مادر و کیک پدر حلالت باشه واقعا. خسته نباشید. بله، داورم اینجا مداخله میکنه و به بازیکن آلمان میگه که آقا پاشو عزیزم، پاشو. بسیار عالی. امیدوارم که لذت ببرید. به صفحه ما هم سر بزنید.